پیام اصلی گیاهی به نام خودم حول محور مراقبت از خود و پرورش فردیت می‌چرخد. نویسنده با استفاده از استعاره باغبانی پیشنهاد می‌دهد که هر فرد باید مانند یک گیاه به رشد و شکوفایی خود توجه کند. کتاب با طرح پروژه‌های کوچک و قابل اجرا خواننده را به ثبت احساسات، مراقبت از بدن، تنظیم عادت‌های غذایی و رفتاری و حتی توجه به محیط اطراف دعوت می‌کند. تأکید بر عشق به خود، پذیرش ضعف‌ها و شکست‌ها و تلاش برای بهبود مستمر از دیگر پیام‌های کلیدی کتاب است. نویسنده به اهمیت زمانهای خالی، لذت بردن از لحظات ساده و حتی ارزش تلف کردن زمان برای بازیابی انرژی اشاره می‌کند. همچنین کتاب به موضوعاتی مانند مدیریت روابط، تعیین مرزهای شخصی و مواجهه با احساسات منفی می‌پردازد و راه‌هایی برای رهایی از قضاوت‌های دیگران و پذیرش خود ارائه می‌دهد. در مجموع کتاب بر این باور است که خودشناسی و مراقبت از خود نه تنها به رشد فردی بلکه به بهبود کیفیت زندگی و روابط انسانی منجر می‌شود. این کتاب با رویکردی ملموس و تمرین محور به دغدغه‌های روزمره و چالش‌های ذهنی و عاطفی می‌پردازد و راه‌هایی برای مراقبت از خود و رشد فردی ارائه می‌دهد. خواندن این اثر می‌تواند به افزایش آگاهی نسبت به احساسات، عادت‌ها و نیازهای شخصی کمک کند و مخاطب را به سوی پذیرش و دوست داشتن خود سوق دهد. همچنین کتاب با مثال‌های کاربردی و تمرین‌های ساده امکان عملی کردن توصیه‌ها را در زندگی روزمره فراهم می‌کند. این کتاب برای افرادی مناسب است که به دنبال خودشناسی، بهبود سلامت روان و افزایش کیفیت زندگی شخصی هستند. همچنین برای کسانی که با اضطراب، استرس یا احساس نارضایتی از خود دست و پنجه نرم می‌کنند یا علاقه‌مند به توسعه فردی و مراقبت از خود هستند، مفید خواهد بود.